دین شادی یا خرمدینی. خیام در یک رباعی کل فرهنگ خرمدینی ایران را در عبارتی بسیار روشن خلاصه می کند. می خوردن و شاد بودن آیین من است. می خوردن و شاد بودن آیین من است. فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. اندکی میخواهیم درباره این رباعی و رابطهش با فرهنگ ایران بیندیشیم. با فهمیدن این رباعی با عینک اسلامی، با داشتن عینک اسلامی، مفهوم اصیل شعر تاریک و مجهول و نامشخص می شود. می خوردن، اولش میاد می خوردن. خب این می خوردن از دید فرهنگ ایران چیست؟ می خوردن در فرهنگ ایران تصویر دیگری دارد که در شریعت اسلام ما میخواری در مفهوم اسلامی رو باید کنار بگذاریم تا بفهمیم خیام چی گفته است. خود واژه می نام ما هست. مد که ماد شده و می نام ما هست. این حرف در واژه دیگر تایید می شود که وی به می بگمز می گوید. بگمز، بگ خدا، زن خدا، مز ماه، یعنی ماه می این همانی داده می شود با ماه. ماه می است. حالا نه تنها ماه می است، لحنی که باربد برای رامجید روز 28 ساخته است، لحن 28 است، اسمش باده نوشین یا نوشین باده است. یعنی این خدا این همانی با باده نوشین دارد. این خرم هم این همانی با باده نوشین. حالا رجن که خدای صبحگاهی است، بامدادی است، موقع به هوش آمدن اوشینگاه است. این اساساً خداوند چرخشت است، یعنی شیرگیری از انگور و از نی و از سایر حبوبات و اینها. برای اینی که میتواند شیر بگیرد خدای راستی است، چون که شیرابه چیزها رو گرفتن معنای حقیقت چیزها رو داشتن است. از این رو رجن خدای راستی و خدای ترازو است و خدای داوری. ببینید اینها، این خدایان ایران این همانی با باده دارن. پس معنای باده به کلی با اون مفهومی که ما در اسلام از باده داریم فرق دارد. این نه تنها این شیرابگیری با راستی و راستی و حقیقت این همانی داده می شود، اساساً نوشیدن می پیدایش گوهر است، یعنی راستی است، یعنی حقیقت پیدایش پیدا می کند. از سوی دیگر می انگیزنده جوانمردی و رادی هست که در فرهنگ ایران روند آفرینندگی بوده است. خدا آفریننده است از راه رادی و جوانمردی.
نه از راه خلاقیت. خدای ایران خود را می افشاند، یعنی در جوانمردی و رادی تحول به جهان، به گیتی پیدا میکنه. خود خدا گیتی میشود، آفریننده راد و جوانمرد است. حالا این صفات می در خود نوروزنامه خیام دیده می شود که خیام چنین اندیشه هایی درباره می داشته است، نه مفهوم اسلامیش رو. پس بنابراین می پدیدارنده دوستی و مهر است. یکی از ویژگی هایی که خیام باز در نوروزنامه به اون نسبت میدهد همین دوستی است که در اثر می ایجاد می شود. از این رو جام باده دوستگان نامیده می شد. ابر سیاه بارنده سیاه که این همانی با سیمرغ دارد پریکا نامیده می شود. ابر در بندهش با جام باده می آید. همین جام باده خواهیم دید که همین خرم است. این تصویر به کلی با مفهوم شراب در شریعت اسلام فرق دارد. می نوشی در واقع نوشیدن خدا هست، نوشیدن خدایان هست، نوشیدن حقیقت هست، نوشیدن مایه تحول یابی به راستی و دوستی و جوانمردی و شادی و موسیقی است. خیام میگوید نوشیدن می و شاد بودن آیین من هست. باز ما اینجا آیین و دین رو در راستای اسلام میفهمیم. اصلا مفهوم دین در اذهان ما امروزه از مفهومی که ما از این ادیان ابراهیمی به نام دین داریم معین می شود. این است حتی اینی که ما جدایی حکومت از دین رو می خواهیم، در واقع این مفهوم از دین رو می خواهیم که از حکومت جدا بشود. آیین، این واژه آیین در اصل آدین بوده است. آدین و آدینه همون واژه دین است. یک خط فاصله دین، اضافه شده است، فقط تزیین و تایید است. حالا دین در هنوز هم در کردی هم به معنای دیدن است، هم به معنای آبستنی است. در اوستا معنای مادینگی دارد دین. همه چیزهای مادینه دین هستن، یعنی زاینده. اساساً چون که زاییدن این همانی با شناخت داشته، چیزی که زاییده می شود پدیدار می شود، دیده می شود. این است که بینشی که زایشی باشد دین نامیده می شده است. البته معنای خود را دارد در اوستا. دین به معنای خود، چون که خود اون چیزی است که بینش میزاید. این خیلی مهم است. خود انسان چنین معنایی دارد. حالا آدینه هم البته در تقویم ها دیده می شود. آدینه که جمعه باشد این همانی با زهره دارد و درست همین مفهوم زهره در فرهنگ ایران خرم بوده است. پس بنابراین دین بینشی زایشی از خود فرد انسان. در هر فردی این نیروی زاینده بینشی هست. خوب توجه بکنیم به شعر خیام. میگوید فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. اینجا دو گونه مفهوم دین هست. در اونجایی که فارغ بودن ز کفر و دین، این اصطلاح اسلامی است.
ایمان کفر ایمان دین های دیگر است. دین اسلام است، کفر و دین این است که ایمان به این دین ها یکیش کفر نامیده می شود، یکی هم دین. ولی درست خیام میگوید از این آزاد بودن از این دین ها دین من است. پس دین حقیقی که در فرهنگ ایران پیدایش یافته بود، معنای دین زایشی از فرد، به کلی با این ایمان به این عقاید فرق داشت. ببینید ما درست آزادی از این ایمان به اعتقادات برای چی میخواهیم؟ برای خاطر اینکه اون بینش زایشی از فرد جای اینها را بگیرد. ما اون دین را میخواهیم، همین دینی را که خیام اینجا عبارت بنده کرده است. این دین کیست؟ جلوتر دیدیم آدینه که آدینک که نوشته میشه که همین دین باشد، به معنای زهره است. در هادوخنسک در اوستا این معنای دین ژرفتر و واضحتر و چشمگیرتر می شود. در اونجا میابیم که دین دوشیزه زیبایی است که اصل زیبایی است. این اصل زیبایی چجور عبارت بهش می شود؟ اصل زیبایی غیر از این است که یک چیز زیباست. نمیگوید این زیبایی من است، زیبایی یک فرد است. میگوید این زیبایی همه زیبایان است. این همچند همه زیبایان زیباست. یعنی همه زیبایی ها که با هم جمع بشود، به هم پیوند داده باشد، این می شود دین، اصل زیبایی. مجموعه به هم پیوسته همه زیبایی های جهان است که اصل زیبایی می شود. این دوشیزه در هر انسانی هست، ولی انسان آن را نمی شناسد. ولی وقتی او را می بیند عاشق و دلباخته او می شود و می پرسد، چون که چنین چیزی را تا حالا ندیده است، می پرسد که عاشق تو کیست؟ دین یعنی این دو چیزی که همچند همه زیبایان زیباست، به او میگوید که عاشق من تویی و همیشه تو مرا میجستی تا به من برسی. در تمام عمرش دنبال این زیبایی میگشته است، عاشق، اما نمیدانست از کجاست. این انسان است که تمام عمر این دین خود را که اصل زیبایی در جهان است نمیشناخته است و آن را میجسته است و میجوید. حالا یزدان شناسی زرتشتی در این متن دست برده است. این دین را در هادوخنسک تبدیل به مجموعه اعمال خوب مؤمن میداند. البته اینجا مؤمن میشود. البته مجموعه اعمال خوب چیست؟ مجموعه اعمالی است که طبق خاص اهورامزدای زردشت و تعالیم زردشت انجام داده است. به کلی این مفهوم عوض می شود. خود مفهوم دین در فرهنگ اصیل ایران بر ضد این تفسیر زردشتی است. چون که در بالا گفتیم این اصل زیبایی است، اصل بزرگی و نیکی و شکوه و رادی و موسیقی و نواز. حالا تنها این فرهنگ در این متون باقی نمانده است. این متون در تمام اذهان زنده بوده است که ایرانی این داستانهایی بوده است راجع به مرگ و زندگی که در همه اذهان صداها زنده باقی مونده است. این است که این داستان را عطار
در داستان سرتاپک هندی می آورد. تاپک یعنی اجاق، جای آتش. سرتاپک یعنی نخستین آتش، یعنی همون جان. عطار همین داستان رو می آورد و در اونجا می بینیم که این دختر شاه پریان یعنی سیمرغ است. یعنی چی؟ یعنی همون خرم و بیدخت و شاده. یعنی دین چی هست؟ دین کسی جز زهره، جز خرم، جز بیدخت یعنی دختر وای نیست. پس دین در هر انسانی شاده و خرم و اصل زیبایی و دوستی و نواب و موسیقی است و انسان در سراسر عمر عاشق این زن خدای نهفته در اوست، یعنی عاشق دلباخته خرم و شاده و زیبایی و دوستی و موسیقی است. چنین دینی با مفهوم دین در اسلام نه تنها اختلاف دارد بلکه به کلی با آن متضاد است. این دین که اصل زاینده زیبایی و شناخت و شادی و مهر و موسیقی است نیاز به ایمان ندارد.